انگلیس و امریکا و شوروی و اروپا چی کردن؟ برای کل خود یا اتحاد جور کردن. سعی کنین گفتن United States of America، ایالات متحده، سعی کنین ایالات متحده متحد شدن. در پالوی از اروپا چی گفتن؟ گفتن جور میکنیم اتحادیه اروپا. شوروی که سقوط کرد یا چی جور کردن؟ اتحاد، سعی کنین اتحاد جماهیر اشتراکی شوروی سوسیالیستی کلش جور کردن. از این طرف وحدت مسلمان ها که در قیادت یک خلیفه مسلمان ها بود، این پارچه پارچه و توته کردن. نقشه پیغمبر از بین بردن. نقشه جدید دیگه انگلیس آورد، نقشه قوم پرستی. ازبکستان، تاجیک تاجیکستان، پشتون پشتونستان، ترکمن ترکمنستان، کلش ببینید ستان ستان ستان. کلش از کجا گرفته شده؟ از انگلستان. نکو قوم پرستی و در آتش دشمن چوب نمان. اگر تاجیک است، اگر پشتون است، اگر ازبک است، هزاره است، عرب است، پاکستانی هست، مسلمان است، کلش برادر موتوست. کلش در آغوش بگی به خاطر آمدن اونمون نظام قوی اسلامی که انشاء الله تعالی موتو عسکرشان باشه. یک وحدت، ما شما اتحاد نمیگیم، وحدت مسلمان های جهان باشه و در کل دنیا بیرق لا اله الا الله بلند باشه و ما و شما من حیث عسکرش باشیم مثل خالد ابن ولید. از این خاطر برادرای عزیز، این مسئولیت ایمانی، اخلاقی، وطنی، هر چی که نامش هم ایمانی. اول مسئولیت اعتقادی موضوع است که عقیده خدا بگیریم که هر کس لا اله الا الله میگه برادر ماست. یک وقت شیخ احمد دیداد امرای جیمی سواگرد در لس آنجلس امریکا جرا بحث میکرد. گفت سر ویزا آمد. گفت مستر دیداد تو آمدی در لس آنجلس و اینجا کت ما جرا بحث کردی، آیا میشه جرا بحث دیگه خدا در مکه مکرمه بگیریم؟ در مکه مکرمه خود رفتن نمیتونه. انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام. لکن شیخ احمد دیداد در 2000 فوت کرد، الله رحمت کنه بالایش. این مبارک برش چی گفت؟ برش گفت که یس جلسه دیگه خدا ما و تو میتونیم در مکه مکرمه بگیریم، لکن وقتی که ما به یونایتد استیت آمدم، وقتی که به امریکا آمدم، رفتم در سفارت امریکا ویزا گرفتم. سفارت الله مسجد از برادر مسجد ویزا دیگه بگو لا اله الا الله، اهلا و سهلا به مکه مکرمه. ساینس، تکنولوژی، علم میگه اسلام با ساینس با تکنولوژی، بلکه قرآن میگه که با ساینس و تکنولوژی ارتباط داشته باشی. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، باید قوی باشی، قوی ایمانی داشته باشی، قوی اعتقادی داشته باشی، قوی فیزیکی داشته باشی، قوی تکنولوژی و ساینس و همه چیز داشته باشی تا که تو بتونی ترهبون به عدو الله. والله که اتم نساز نو محصلین ساینس. اگر دشمن از بهت بترسه اتم بساز، ترهبون به، و تو قوی شوین که ترهبون از لشکر اسلام عدو الله و عدوکم فرار بکن. از این خاطر اسلام میگه که در تکنولوژی دسترسی داشته باشین که دشمن از پیشتان بترسه، در پالوی عقیده قوی داشته باشین دشمن از پیشتان بترسه. از این خاطر به خاطر از که ما امت رسول الله صلی الله علیه و آله هستیم، همین شو با الله تعهد میکنیم، میگیم یا الله بگوین از پشت سر من، بگوین یا الله امشب ملائکه را و در اصل از جبریل امینه شاهد میگیریم، شاهد میگیریم و ملائکه را شاهد میگیریم که ما قوم پرستی نمیکنیم. ما قوم پرستی نکو، ما قوم پرستی یوق. سيش و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.